سلام رفقا، خیلی خوش برگشتید به چنل عمو عزیز. امروز اومدیم یه ویدیو خیلی خفن داریم. اونم چیه؟ ویدیومون در مورد سموم اینستاگرامه. اومدیم با یه پارت جدید از چه اینستاگرام گردی و بریم این سموم زیادی رو ببینید. امروز فقط یه چیزی یادم اومد. اولا که از همون اومدم بیرون. این یک دو تا از قاب عکسام عوض شده. این دو بود. سه، امروز اژدر با همونه. اژدر رفیق جدیدمونه بچه‌ها، قراره توی اکثر ویدیوهامون باشه و اینکه خیلی گوگلیه، خیلی باحال حال میکنم. خب بچه‌ها بریم بیایم تا ویدیو رو استارت بزنیم. بیایم. خب بچه‌ها برگشتیم، بریم ویدیو رو استارت بزنیم ببینیم که چه سمومی داریم. اولی رو با هم دیگه ببینیم چه خبره. حبیب آقای گل به پای هم پیر بشیم. جاله خانم و حبیب آقای گل به پای هم پیر بشیم. جاله خانم و حبیب آقا به چخ رفتن. تفلیا خدا تفلیا به گار رفتن. خیلی خوبه واقعا. بریم سراغ ویدیو بعدی. چی داریم اینجا؟ اوکیه؟ آره میکنه که رفتی رنگاله خفن تو رام خفنه میشه میندازه در دو همه عریفا رو میزنه تو سرکش خوب میه مخبایی تحویلت میگه همه نگاه کنم مشت بزن دور. چی گفت؟ این صداشم از من کلوفتر بود. تو داداشی داداش. من واقعا فقط اون بزن دور آخرش متوجه شدم، بقیه‌اش متوجه ردیفه بزن دور. اوکی میزنم دور. باشه به ویدیو بعدی. چی بود این من دیدم؟ تزریق 10 سی پیش یوکا جون انجام دادم. خیلی راضیم. حتما بیاید پیش یوکا. ای ریدم تو اون قیافت، ریدم تو اون چشات، ریدم تو اون یوکا. این 10 سی پدر سگ. این کجاش 10 سی؟ 1000 سی رفته زده بعد میگه 10 سی. من نمیدونم چرا واقعا قیافاتون رو این شکلی میکنین. خودش قیافت شبیه این چی بگم به خدا، دهن من رو بذار بسته باشه. از نشرالی در بیایید. نشرالی کیری. از نچرالی در بیای. نچرالی کیری خفه شو بابا. کثافت بنگی. وقتی هوس آب پرتقال میکنیم ولی پولشو نداری. آخه نجیب بنگی. چرا بنفشه دیگه بابا؟ این چه استایلیه؟ این چه لباس پوشیدنی؟ وای به خدا اصلا آدم پشماش میریزه واقعا اینا رو میبینه. چیه اینا؟ واقعا چه سماییه. بریم ویدیو بعدی رو با هم دیگه ببینیم. بیرون کجا برم؟ به لباس در بیارم. ول خار بیرون حوصله ندارم. خدا شاهده ول. به خدا همینه، یعنی واقعا همینه. ببین دقیقا منم اینجوری هم بعضی موقع که مثلا خیلی اوکی هم که بریم بیرون برم فلان اینا اینجوری آماده فلان، بعد که آماده میشم میگم کجا برم اصلا؟ چرا برم؟ ولش کن بابا، لباسا در میارم باز دارم میشینم پشت سیستم بازی میکنم. اصلا واقعا حقه این، واقعا ویدیو حقه. بریم ویدیو بعدی. چه مدلی بزنم؟ داداش امروز رفتم جلوی دانشگاه دخترونه، محل سگم نذاشتن. یه کاری کن دخترها نگام کنن. داداش والا تو اگه با این قیافه الان بیای جلومون ما هم بهت محل میدیم قربون شکلت. یه جوری بهت محل میدیم که دردش تا 2 روز باد باشه. چی تو رفتم در مدرسه آخرونه به من گفتن که بریم میاد. بابا خجالت بکشی دیوس. این چیه رفتی زدی؟ مگه پاپیونت روی شیرینی همچین مدل موی زدی؟ توف تو صورتت واقعا.
حاجی شلوارش خیلی قشنگه. آخه واقعا الان چرا واقعا یه همچین شلواری بپوشید و با این استیلت بیایید تبلیغ بکنی به قرآن؟ خدا وکیلی خیلی خیته دیگه واقعا حاجی دیگه، تا یه جایی میشه قبول کرد دیگه. این واقعا این خیلی دیگه داغونه، خداییش خیلی خیلی داغونه، اصلا داغون شدم. ولش کن. محسن کسخل، من موندم این از کجا باز پیدا شده. فاز مدلی داره، فاز بلایری داره، فاز اکتری داره. بابا خفش جمع فرداد محمد رو چیکار کردی؟ بردی ویلامون؟ آره بردمش داداش. جاش خوبه، براش غذا گذاشتی؟ براش چیزی یخچال گذاشتی؟ آره همه چی رو گذاشتم ولی فقط درو بستم از پشت. بنده خدا که اصلا بلد نیست صحبت بکنه سمت راستی، خودش هم که یه جوری رید مال چیز میکنه، جونم بهت بگم صحبت میکنه که اصلا حتی اندازه نداره. آقا کسی اگه میخواد واقعا تولید محتوا بکنه، یه حداقل یه میکروفونی، چیزی، یه کیفیتی، یه سناریویی، یه چیزی، نه اینکه همینجوری کس خری بلند شه بیا بگه که من اینو دارم. خفه شو بابا، گام شو. بعدم میاد از این 2000 به درد نخور. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم هم دیگه. آخر ساله، اگرم با کسی کدورتی هست بذاریم بمونه، فقط سال عوض میشه، وگرنه بیزاد همون بیزاد. خب لاشی این چه مدل موییه؟ کچل بدبخت کلاگیس گذاشتی سره؟ آقا جان من هیچ مساعد نشدم این چی میگه. خفش کام شو بابا. پوفیوزای 2000 اومدن هیلی آخرین سن اگه بیزا تو خود چی بدبخت. کونی خان ازم. ویدیو بعدی. واسه زیباتر شدن یه 2-3 تا خط و خشی هم داشتم که دیگه جای حرف توش نباشه. ببخشید باید بگیم واسه کونی شدن 2-3 تا خط و خش کم داشتی که ماشاءالله اونم برطرف شد. والا تو جون تو رو گیرت بیارم، من میدونم با چیکار بکنم. پوفیوز بچه کونی واقعا چرا اینجوری هن؟ چرا اینا اینقدر سمن؟ خدای کلی آدم اصلا پشماش میریزه. بعد وای 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 اینو من دوست سلام بچه ها، اومدیم برشکار محمد کجاه؟ اسپانیا داخل شهر سانتیاگو برنابئو. سانتیاگو برنابئو چی میگه؟ وای برنابئو رئال مادرید پشیما کامنتر رو دهانت سویس دهانت سویس چمپیونز لیگ اوه خیلی خوبه. سلام بچه. وای 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 این خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم ویدیو بعدی رو بچه ها نگاه بکنیم. وقتی داخل سختی ها گوشیت زنگ نخورد، زمان موفقیتت سانلیتش کن. سانلیتش کن؟ قربون شکلت خود مگه مجبوری عزیز دل من؟ برو تو اول تلفظ کلمات رو یاد بگی قربون شکل، بعد بیا اینجا برای ما ویدیو بگی. سانلیت یعنی چی؟ خودتو مزاکی بقیه میکنی آخه. سانلیت یعنی هم خواهم علی جون بریم. Hi. Hi, you're welcome. What? You're welcome. Thank you. Die Kift Chances? این کیف گرون به بودجه تو نمیخوره. Oh, no. I'm so sorry. For type. Yes. Yes, no. Please give tax to me. I will do moisturi. وای حاجی ما اینجوری قدیم واقعا اینجوری صحبت میکرد. بچه بودیم با داییم یه داییم دارم
از خودم 2-3 سال بزرگتره. همیشه می‌خواستیم مثلا انگلیسی میگفتیم بیا انگلیسی با هم با لهجه صحبت بکنیم. دقیقاً اینجوری صحبت می‌کردیم. وای 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 وای. No میری جنگ استریت You and امام زمان. You رو امام زمان. No اعتقاد. No اعتقاد. مسلم no. My water don't آبش تو جوب. مسلم no. شرف اسلامی yes. وای دهنتون سرویس. ایده هایی واقعا چه دیوز بازی های خدا قسم. فامیلای اونا حاجی واقعا همینه. واقعا فامیلای ما این شکلیه. خیلی داغونن فامیلامون. اگه از اینجا منو دارید ببینید توف تو صورتتون. هرستون دراده. بریم ویدیو بعدی. زده اون رفیقم که به هیچ اعتقاد نداره میاد خونه. مقلب القلوب والابصار. احسن وای به خدا این دو تا از رفیقای منه. یکی مهران قربانی، یکی هومن مرادی. جفتشون همین سگای اینجا دارین میبینید. اصلا اعتقاد به هیچی ندارم. وقتی میدیدید بابا اینا رو میدید اصلا بچه مثبت. اللیل والنهار. سنت محول الحول والأحوال. چه زوری هم میزنه هادی کاظمی. خسته نباشید. احسن. خیلی خوبه. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم بچه‌ها. ببریم شب ایساوی بدیم دریا اومدیم شب مستم. چه رقصی داره این؟ چیه؟ ماشاءالله حاج آقا. چرا اینجوری میلرزونه حاجی؟ بعد این لباس آبیه رو دیدی اینجوری داشت حالت اینکه بزنه تو سرش داشت پول پرت میکرد. پشما. وای بریم ویدیو بعدی رو با هم دیگه ببینیم. Uysun bu kalbi yaksa gölgez gölge misali girdi kaç kere dünya gölgez gölge misali. قربون شکلت. آخه چی بگم خدا وکیلی. بابا نذاریم بچه ها رو واقعا از سن پایین نذاریم بیان دیگه تو اینستاگرام. این میشه دیگه سیبیل فابریک. آخه به خدا اصلا من روم نمیشه چیزی بگم. به خدا بیشتر من دلم میسوزه، بیشتر خجالت میکشم اینا رو بعدن خودش بعدم واقعا این ویدیوهاشو ببینه چه حسی بهش دست میده. خدا وکیلی اصلا خیلی افتضاحه. اینکه تو فامیل واقعا پدر مادرش و فامیلا اینو نمیبینن. عجیبه، واقعا عجیبه. بریم ویدیو بعدی. نمیدونم چرا هر چقدر به این فامیلا محبت کردیم شدن 2000 بده 4000. نزدیکم نشی ها یکی از داشیان دیلره میده فیله به دافه دیله وله واسه لایف ستان دیگه نمیخوامش. من عذر میخوام بابت این چیزی که الان دیدید واقعا. بده بای. واقعا سوال دارم ازتون توی کامنت ها بنویسید حتما. آروغ زدن
چندشه یا نه خدا هیچ. من که برای من واقعا هیچ فرقی نمیکنه، یعنی چه کسی آروغ بزنه یا خودم بزنم اوکی هم من، ولی بقیه نمیدونم، بقیه شاید حساس باشن. بریم ویدیو بعدی رو با هم دیگه ببینیم چی داریم مثلا. من نباید این کلیپ رو میدیدم. سلام میشه بابا جون، سلام عزیزم، رو میشه ببینم من بالایی هستم. پوفیوز سگ چرا واقعا چرا؟ بریم ویدیو بعدی رو ببینیم با هم دیگه. خدا کیه؟ این تلاپیس هموه. تلاپیس چی میگه؟ میگه با 100 تومن گرفت تو از منو. خب میگه مودی هستی. مودی باز چیه؟ همون کسخولیه. خدا کیه؟ این در سریزا چی دوتا خیلی خوبم واقعا. وای کیوان داشت از سر کار میومد خونه، یهو به هم زنگ زد، گفتش که عزیزم چیزی لازم نداری واسط بخرم بیارم. آقا من فقط بهش گفتم که یه دونه پاستیل میخوام. یه دونه که من از این خیلی بدم میاد، از این دختره خیلی از این زن و شوهر چندش بدم میاد. بعد اینکه این چیه واقعا؟ علامت شیر بون کن دیگه بابا، تو رو قرآن. وای چه وضعشه. الان اومدم با این صحنه مواجه شدم. ببین یعنی انقدر دارم ذوق میکنم که نگو. وای این همه پاستیل. خب من بمیرم واسه تو عشقم. ایشالله که جفتتون بمیرید واقعا. خیلی عشقم، مرسی. خیلی نفسم، قربونت برم عشقم. آخه چی کار میخواستی این همه پاستیل واسم خریدی؟ فدات شم نفسم، قربونت برم. من به خدا چندشم، واقعا چندشم بدم میاد. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم با هم. چی شد سوختی؟ نه برم واسه پومد بیارم. برم چیزی نی؟ الان میام. دهنت سرویس گریش خدا بود. دهن سرویس. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. اومدیم تو دولچه گاوانا با حاجی اتکلونا رو زدم، اینو زدم، گفتم چقدر خوشبوه، دیدم میخنده، گفت این مال سگه خارکش. آیسان خداست، واقعا آیسان خداست. اصلا یه چیزایی میگه این بشر پشمان آدم میریزه. خدا وکیلی. وای 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 آیسان دهن سرویس. وای بریم ویدیو بعدی رو ببینیم بچه ها. چرا اینجوری کرد؟ پشمان دیوز گرفت آتیش انداخت. وای چرا اینجوری هم خدا وکیلی. پشمان. بریم آقا ویدیو آخرم با هم دیگه ببینیم که چی داریم دیگه. بریم ویدیو آخر رو ببینیم. الله اکبر الله اکبر. خوب بود. آبه یه ویدیو دیگه هم ببینیم، اینو ویدیو آخر باشه. خب ببینیم چی میشه پیدا کرد. بذاری من ویدیو آخر رو پیدا بکنم. میگم که همچین مالی هم نبوده انقدر خودتون راحت کردی. نه
بچه من عذرخواهی میکنم که ویدیو با این کلیپی که دیدیم داره تموم میشه. اصلا خیلی سم بود. چه جاشو دیدی؟ پس بعد یارو باز اون کسخل چه گاوی بوده که اومده باز ویدیو عکسای خودشو گذاشته روی این ویدیو. چی بگم به خدا، ماشاءالله اینقدر از این سما زیاد داریم توی ایران که اصلا هر روزم بشینیم واقعا بهش بپردازیم تموم نمیشه. خب بچه‌ها ویدیوی امروزمونم آره دیگه، ویدیو امروزمونم تموم شد. اصلا گوگل مگولیا آقا ویدیومون تموم شد. امیدوارم دوست داشته باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی دوستتون داریم بچه. واقعا دیگه از این بعد قرار ویدیو زود به زود بذاریم و خیلی دمتون گرم بابت حمایتایی که میکنید. خیلی چاکریم، خیلی دوستتون داریم. خیلی دستنا نمیتونم واقعا پشت سرم ویدیو بگیرم چیز بکنم بذارم، ولی انشالله از این بعد ردیفش میکنم. خیلی خیلی دوستتون دارم من، خیلی خیلی عاشقتونم من و مرسی که هستید. ماچ به کلای سکسی همتون. گود بای. گودرز به اینجا خدافظی کن. گودرز هم خدافظی کن. خدایا.